سلام و درود به همه آن نفرانی که برنامه ما را به همیشگی پیگیرند و امروز البته که ما مخصوصا برای شما مهمترین مطلب های ترانسفری تابستانی را منظور میکنیم، ولی چون ترتیب نخست از فوتبال وطنی شروع میکنیم. در فوتبال وطنی گپ و چپ بیشتر اطراف رفتن بازیگران از فرخار زیادند. از حاصلات فرخار الکی حسین نورمتوف و عبدالخلیل بورونوف در میان موسم رفتند. رفزنه تابستانی ترانسفری در فوتبال تاجیک نیز که گشوده است. این دو نفر گفتگی البته که به زودی جای کار پیدا کرده میتوانند. یک دسته دویم خریدار و نسبتاً پولدار در فضای فوتبال وطنی البته که استقلال است که از بلاروسیا باید با بازیگران نو برگردد. طبق سرخط خبرها فوتبال باز از مقدونیه شمالی دارکو ایلیسکی با استقلال به مهلت 6 ماه شرطنامه همکاری امضا می‌نماید. بازگشت دیگر برای نیکولاس ستاشیچ به صف قهرمانان کشور البته که ترانسفر نوبتی شیرانی دوشنبگی است. قرارداد همکاری میان دروازه‌بان و باشگاه پایتخت 2 سال را در بر خواهد گرفت. نیکولا بجز از شهروندی سربستان باز شهروندی تاجیکستان را نیز دارد و پیشتر از این نیز در هیئت استقلال هنرنمایی میکرد. این دروازه‌بان البته که نفری بیگانه برای فوتبال تاجیک نبوده، پیش از نرفتن رستم یتیموف به رستاو باید که به صف وخش میپیوست، ولی در فوتبال تاجیک زمانی که استقلال به جانب خویش سخن میکند ستاشیچ هم خوب درک میکند که در کجا میتوان فایده بیشتر به دست آورد. با آغاز سخن سری ترانسفرهای فوتبال برون مرزی میتوان گفت که یک باره 4 گزارش بین باشگاهی و چلسی داخل دارند. نخستم گپان است که مرگیوی 18 ساله با ارزش 6 میلیون یورو به چلسی آمد و شرطنامه زیر نقشه 5+1 امضا کرد. چطور میدانیم این بچه که 18 ساله الکی به صف تیم نوی خویش پیوسته، اطراف گزارش خویش به لندن هم سخنهای نکو گفته است. موسم قبلی باشد گیو در لالیگا 3 بازی گذرانید و 1 گل هم زده است. او خود میگوید که بازی نمودن در پرمیر لیگ انگلیا آرزوی دیرینش می باشد، ولی سوال این است که خودی رقابت‌های شدید پرمیر لیگ انگلیا او را چی طور قبول کرده می توانند. آمدن او به چلسی مثل رفتن چهره‌های نادره و مثل خاوی سیمونز و انسو فاتی از اکادمی آوازداری بارسا می شود، یا بهترش او هم به مثل پدری و یامال در تیم وطنی خدمتی بزرگ می کرد. ممکن که به قدر این 2 نفر آخرین با استعداد نبود که خود پای برد و به خودی از بارسا کنار رفت. همزمان به صف چلسی کریان دوزبری خول از لستر سیتی با ارزش 30 میلیون فونت آمد و این هم معنای آن را دارد که انسا مارسکا چهره برایش پسند را به زودی پیش خود می آورد. با بازیگری 25 ساله سابق روبهان الکی شرطنامه زیر نقشه 5+1 بسته شده. موسم قبلی در چمپیونشیپ او تحت رهبری مربی فعلی چلسی 44 بازی گذرانید و با 12 گل و 14 پاس گلی از میدان بیرون شده است. بعد آنکه که دیوزبری خال از لستر آورده شد با آنجا باشد نیم حمایتگر منتخب انگلیس U18 مایکل گولدینگ برای عوض 5 میلیون فونت فروخته شد. مهلت شرطنامه بازیگر 18 ساله 4 ساله بوده، در صف چلسی باشد 1 گام بازی نگذرانیده است، ولی چطور گفتیم چلسی از برایش الکی 5 میلیون کار کرده است. در ادامه گپ نباید از خاطر برآورد که خودی لستر سیتی هم بعد انجام دادن کامبک بر وقتی و پرمیر لیگ انگلیا باز ترانسفری دیگر انجام داد. و صف این تیم بابی دیکوردو و رید از فولخم چون فوتبال بازی آزاد آمد. بازیگر 31 ساله منتخب یامایکا که در صف فولخم بیش از 200 بازی گذرانیده است، موسم قبلی 6 گل در 33 بازی داشته بود. خلاص که این بازیگر با تجربه بزرگی رفتن و آمدن به پرمیر لیگ انگلیا در صورت جای 20 گرفتن لستر در موسم نوین با آسانی دیگران را آرام کرده میتواند. جنگل فوتبال انگلیسی را ترک نکرده از قصه روبهان اندک به سما نگاه میکنیم. در سمای فوتبال انگلیسی باشد تورنه‌ها هم در پروازند. اینجا البته گپ سری برایتون می رود که برای عوض 30 میلیون یورو ماتس ویفر از فینارد به دست آورد. گپ ها اوید امضا کنی شرطنامه با بازیگری 24 ساله و مهلت 5 ساله اخیراً تصدیق شدند و ویفر هم بعد 29 بازی موسم قبلی در اردیویزی در انگلیا می تواند
آماری فراتر از 5 گل و 3 ارسال گلی را مؤلف شود. غیر از این دسته ساحلی از برایتون نیمه‌بازیگر 19 ساله نیوکاسل یونایتد یانکوبا مینته را خرید کرد و از برای او نیز 30 میلیون پوند استرلینگ مصرف گردید. با این بازیگر جوان شرطنامه 5 ساله امضا کرده شد و او باشد موسم قبلی را در اجاره در فینورد گذرانید. بعد 10 گل و 5 ارسال گلی در 27 بازی چمپیونات نیدرلند اخیراً مینته صاحب دسته نو شد. یک سخن دیگری مربوط به خریداری‌های تابستانه باشگاه برایتون این آمدن بازیگر منتخب انگلیا U19 ماریو کازیر دیوبری از آرسنال است. این نفر موسم قبلی در صف تیم جوانان دسته آرسنال آمار 13.5 داشته بود. شرطنامه با بازیگر از جانب تورنها باشد تا سال 28 بسته شده. بر زمین در صف دسته ارتتا او یک گام بازی نگذرانیده است. درباره جوانان که زیاد گفتیم، با وجود ادای احترام اطراف پیرانیکار هم باید یک سخن کرد. گپسری دروازه‌بان سابقه دار و یک عمر بیکار لیورپول ادریان کاستیلیو می‌رود که الکی از رفتن خویش اعلان نمود. دروازه‌بان 37 ساله که از پشت آلیسون و کلخر کمان در کم سبزی علف میدان و چهارکنجه بودن دروازه را میدید، اخیراً از گرفتن پول به درد میان سرگرم شد و با انجام مهلت شرطنامه به شهری دیگر می‌رود. ادریان از سال 2019 این جانب در لیورپول بوده. اگر از روی جایزه بخوادیم 6 جایزه از زمره پیروزی در پرمیر لیگ انگلیا و جام انگلیا مال او میباشند. بار اخیر روزی 30 یونی سال 22 به میدان آمد. اصلا بعد 2 سال نشستن در کرسی‌های احتیاطی، نشستن در کرسی‌های دیگر را هم کم کم تجربه باید کرد. یک دسته دیگری سرکار و پولدار در انگلیا این نیوکاسل یونایتد است که این تابستان خریداری‌های نسبتاً بیشتر کرد. اول از آن میگویم که آنها لوئیس هال را از چلسی بر عوض 28 میلیون پوند به دست آوردند. این بازیگر جوان 19 ساله اصلا موسم قبلی در صف زاغان در اجاره بود ولی اکنون به دادن اینقدر پول به پرگی خودی شد. نقطه خریداری هم بعد آن عملی گردید که نیوکاسل موسم قبلی را با اشغال زینه بالاتر از 14 جمع بست کرد. خال باشد موسم قبلی در صف نیوکاسل 18 بازی گذرانیده بود. همزمان نیوکاسل باز دروازه‌بان 37 ساله برمنگهم با جان رادی شرطنامه 1 ساله امضا کرد. این دروازه‌بان بزرگسال و سابقه دار موسم قبلی چمپیونشیپ 44 بازی گذرانیده. نوابسته از کل خدمت‌های بزرگش به نظرم از پس دوبراوکا نفری دوم می شود. در علاوه گپ و کارهای ترانسفری زاغان انگلیسی، تیم لندنی کریستال پالاس هم یک ارتباطی ترانسفری انجام داد. به صف پالاس بازیگر ژاپنی دایتی کامادا چون اگنت آزاد آمد و شرطنامه 2 ساله امضا کرد. موسم قبلی باشد کامادا 27 ساله در صف لاتزیو برآمد کرده. در 29 بازی سری آ 2 گل و 2 پرتافتی گلی دارد. در ادامه خریداری‌های تابستانی باشگاه انگلیسی از استون ویلا هم نباید فراموش کرد. ویلا از یووه بر عوض 14.3 میلیون یورو سم آیلینگ را خریداری کرده. همزمان از صف زبرها انسو برانچه را با ارزش 8.3 میلیون آوردند و با هر دوی بازیگران شرطنامه 5 ساله امضا نمودند. پیشتر از این باشد خود یووه از استون ویلا بر عوض 50 میلیون یورو دوگلاس لوئیس برزیلی را خریداری کرده بود. آیلینگ باشد در موسم قبلی سری آ 24 بازی 1 گل و 2 پاس گلی در آمار داشته. در حساب برانچه که تاریخ اجاره در فرزینان بود 36 بازی و 1 پرتافت گلی است. یک تغییرات دیگری کادری ویلا باشد این آوردن راس بارکلی از لوتون می باشد. بارکلی الکی در صف ویلانها موسم 2021 تاریخ اجاره از چلسی برآمد میکرد. از این پس باشد نیمه‌بازیگر 30 ساله باز هم در پرمیر لیگ انگلیا برآمد میکند، زیرا دستش لوتون موسم قبلی با گرفتن موقع 18 دیگر باره به چمپیونشیپ رفته بود. در برمنگهم اگر به بارکلی 30 ساله احتیاج پیدا کرده توانستند، در لندن باشد وست هم یونایتد با نرخ 40 میلیون پوند دفاعگر ماکس کیلمن را از وولفز خریداری کرد و با بازیگر شرطنامه 7 ساله امضا نمود. باید امضا شوی شرطنامه با بازیگر 27 ساله انگلیس الکی رسما اعلان گردیده. موسم قبلی ماکس کیلمن 38 بازی در پرمیر لیگ انگلیا داشت و 2 گل هم زده بود. یادداشت میکنیم که در صف وولفز این بازیگر تحت رهبری مربی فعلی وست هم
خولن لپیتگی بازی می‌نمود. هرچی که نباشد یک مرتبه دیگر به لندن برمیگردیم و اعلان میکنیم که باشگاه لندنی تاتنهام هاتسپور با نیم حمایتگر 18 ساله لیدز یونایتد آرچی گری بر عوض 40 میلیون پوند استرلینگ شرطنامه امضا کرد و با این بازیگر تا سال 2030 شرطنامه به امضا رسید. همچنین باشگاه تاتنهام بعد فروختن جاردان به لیدز یونایتد 10 میلیون پوند کار کرد. دفاعگری 26 ساله ویلسی موسم قبلی در باشگاه چمپیونشیپ طریق اجاره گذرانیده بعد آمدنش به لیدز شرطنامه تا سال 28 امضا نمود. جا اصلا در صف لیدز عموما 50 بازی گذرانیده است. همزمان دسته سالهای اخیر دعواگر برای قهرمانی دروازه‌بان اسپانی را با پرگی خودی کرد. گپ البته که سر همکاری‌های دائمی آرسنال و دیوید رایا می‌رود که توپچیان دروازه‌بان برنتفورد را بر عوض 27 میلیون پوند خریداری نمودند. رایا موسم قبلی در صف آرسنال 32 بازی گذرانیده در 16 رقابت به دروازه‌اش عموماً گل سر نداده است. آمدن رایا به آرسنال اگر از یک جانب آرون رمزدیل را به فراموشی برد، از جانب دیگر ستونی با اعتماد برای توپ زنان گردید. سخنهای آخرین ترانسفری اطراف فوتبال انگلیا این البته که خریداری‌های تیم وولورهمپتون میباشند. جانبی وولز بر عوض 3 میلیون یورو حمله‌ور سلتا یورگن لارسن را با حق خریداری 27 میلیونه به اجاره گرفت. همین طریق حمله‌ور منتخب نروژ یورگن لارسن از لالیگا به پریمیر لیگ انگلیا گزارش انجام می‌دهد. اگر بازی یورگن به گورگان پسند آید پس با ویکینگ نروژی شرطنامه مهلتش تا سال 29 امضا می‌کنند. دسته نوش از گرافیکگری وست میدلندز باشد 27 میلیون یورو به اسپانیا روان می‌کند. 13 گل و 3 پاس گلیش در 37 بازی به همین ترانسفر انگلیسی اساس گذاشت. وولفز همچنین با نرخ 12.7 میلیون با پدرو لیما شرطنامه امضا کرد و کافوی نو وابسته از اشتراک چلسی و ریال در صف گورگان برآمد می‌کند. برزیلی 17 ساله که دفاعگری سمت راست منتخب برزیلیا U20 و اسپورت رسیفی از دیویزیون دوم برزیلی میباشد با وولفز شرطنامه زیر نقشه 5.1 امضا کرد. یک نقطه دیگری قابل بررسی از لحاظ انجامدهی ترانسفری آن است که باشگاه فوتبال اورتون با ارزش 18.1 میلیون یورو نیم حمایتگر مارسل و منتخب سنگال ایلیمان دیا را به دست آورد. با بازیگری 24 ساله شرطنامه مهلتش تا تابستان سال 29 امضا نمود. موسم 23-24 ندیا 30 بازی در لیگ یکم گذرانیده 3 گل زد و 3 پرتافت گلی دیگر ارسال همدستگان نموده بود. در اسپانیا آفتابی باشد گپ و کار اطراف بچگان زیدان میپیچند. این نوبت یکی از پسران ورزشگر این نفر با نام لوکا زیدان به گرانادا از ایبار آمد. دروازه‌بان با نسب آوازه‌دار زیدان شرطنامه به مهلت 3 ساله امضا نمود. این گزارش هم بعد آن امکان پذیر شد که باشگاه گرانادا حقوق خریداری پره دروازه‌بان 26 ساله را به دست آورد. موسم قبلی زیدان 44 بازی در صف ایبار در سگوندا گذرانیده همگی 50 گل سر داده است. تا این دسته باشد پسر زینedین زیدان در صف رایو والکانو برآمد داشته در تیم‌های راسینگ و ریال مادرید بنیز میدانداری میکرد. یک نفر دیگری که در سیستم ریال بود و اکنون به جانب دیگر رفت فردریکو می باشد که از ریال به خطافه آمد. این بازیگری کناری 21 ساله همگی 3 بازی در صف اساسی مادریدیان دارد. پتر فدریکو که اصلا از جزیره های دومینیکان است در صف کاستیلیا از سال 2020 بود و موسم قبلی را طریق اجاره در والنسیا گذرانیده بود و در 15 رقابت یگان کاری شایسته تعریف نکرد. همزمان سوبمارین زرد با سابق بازیگر لیورپول آلبرتو مارنا جدا شد. همین طریق نیم حمایتگر 25 ساله آفریقایی تبار که مارسل را چون بازیگری آزاد ترک کرده بود با ویلیاریال تا سال 28 شرطنامه امضا کرد. موسم قبلی بازیگر منتخب سنگال 15 بازی در لیگ یکم گذرانید و 1 گل هم به ثمر رسانید. دفاعگر آلبرتو مارنا باشد در صف کشتی زیرآبی 5 موسم گذرانید و به فکرم از آسمان ستاره نفر آورد. اصلا مارنا در صف لیورپول هم آنقدر آدمی در کاری نبود ولی بعد بیکار موندنش برای عربیان ممکن که سخت در کار شود. اخیراً بعد گذشتن فرصت‌های نه آنقدر زیاد به فوتبال ایتالیا می‌گذاریم
که آنجا قهرمانی فعلی سری آ اینتر ارتشی بزرگی بازیگران را جواب داد. اینترنشنال اوید رفتن الکسیس سانچز، استفانو سنسی، دیوی کلاسن و امیل اودر را رسما اعلام نمود. همزمان این دسته قوی میلانی را دفاعگر کلمبیایی خوان کوادرادو رسا بعد یک سال گذشته ترک نمود. کوادرادو 36 ساله باشد، اصلا در صف نراتزوری 12 بازی گذرانید و عنوان قهرمانی ایتالیا را صاحب شده بود، ولی بر زمین رفتن بازیگران گفتگی و برای این تیم نادرکاری اینتر همچنین اوید گزارش نیمه‌نهایی پولشگی پیتر زیلینسکی 30 ساله اعلان کرد و جانب‌ها شرطنامه مهلتش تا سال 28 امضا نمودند. زیلینسکی به صف اینتر چون بازیگری آزاد گزارش انجام داد و سر از سال 2016 او در صف ناپولی برآمد می‌کرد، ولی بعد از اینکه دید در صف ناپولی همه روح برا نیست، قرار کرد که از این پس فقط با قهرمانان گپ و گذار داشته باشد. این بود پایان برنامه ترانسفر دلمر. تنسیت و پولدار باشید.